مورد دهم، زمان را طلا ندانید، زمان از طلا نیز ارزشمندتر است. دوستان عزیز، زمان و فرصتی را که امروز داریم خیلی مهم است. طلا را میتونید دوباره به دست آورید، ولی فرصت و زمانی را که امروز داریم دوباره نمیتونید به دست بیارید. آیا شما اگر تمام طلاهای دنیا را هم جمع کنید میتونید یک روز قبل برگردانید؟ نمیتونید. پس از این معلوم میشه که زمان و فرصت خیلی مهم است. و اگر ما شما امروز اینجا به درس خواندن میاییم، پدرهای ما شما سخت کار میکنن، سخت تلاش میکنن تا مصارف فیس ما را بدهد. اگر درس نخوانید فردا در پیش خدا مسئول هستید، در پیش خانواده و در پیش جامعه هم شرمنده هستید که نخواندید. چرا نخوانیم؟ همه چیز ما و شما مهیاست. پدر کار میکنه، ما و شما درس میخوانیم. خیلی کسا حسرت میخونن، میگن ای کاش ما بتونیم بریم درس بخونیم، ولی اونا میرن سنشون اگر 8 ساله الی 10 ساله است میرن سر جاده استاد میشه قلم میفروشه، مصرف خانواده خود میکنه، در حالی که اونا حسرت میخورن میگن کاش ما بریم درس بخونیم، کاش ما مکتب بریم. ولی به ما عادت بعضی کسا میبینی درس خود میخوان با مکتب میرن. ولی ما شما امروز اینجا آمدیم از تمام چیز ما مهیاست. بعضی کسا متاسفانه بعضی از کسا درس نمیخونن. چرا ما نخونیم؟ و خانواده‌های ما شما وقتی که ما شما را اینجا میفرستن فردا در آینده از ما شما انتظار دارن که ما موفق شیم و برایشون کمک بکنیم. حالا مثلا پدرهای ما شما که درست درس نخوندن، حالا کسایی که درس خواندن حسرت میخورن، میگن ای کاش بیشتر میخوندم. حالا حسرت نمیخوان، میبینی که حسرت میخوان، میگن ای کاش بیشتر میخوندم. و کسایی که نخوندن میگن ای کاش میخوندم. یک جمله هست میگن یا 5 سال زحمت بکش و 50 سال حسرت بخور. حالا امروز پدرهای ما شما این سنش 40 الی 50 60 شدن، میگن ای کاش میخوندیم. 40 سال 50 سال میشه حسرت میخونن، میگن ای کاش میخوندیم. پس قدر لحظات و فرصت‌هایی را که امروز داریم را بدانیم تا در آینده بتوانیم در جامعه و در کشورمون خدمت بکنیم و بیشترین وقتمون رو